که ما در اونجا اجرا میکنیم بیشتر. خب حاضرین؟ به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جان، خداوند روزیده رهنما و اما ناگهان آسان و توتیان شکر شکن و شیرین گفتار، خوش چینان خرمن سخندانی، صرافان سر بازار معانی، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جمله در آوردند و نقادان نه. کیکاووس پادشاه ایران زمین لشکر کشید به مازندران و به دست دیو سفید اسیر شد. پیچی روانه زابلستان و از زال کمک خواست. زال به فرزندش رستم دستور داد برو سربازان دلیر ایران زمین را از چنگال دیو سفید آزاد کن. رستم از زال پرسید مازندران چگونه باید رفت؟ زال مرد با تجربه گفت دو راه داره، یه راه طولانی خوشگلا، یک راه کوتاه پرخطر و کبیری. رستم به خاطری که زودتر سرداران و جوانان ایرانی را از چنگال دیو سفید نجات بده، راه کوتاه پرخطر رو برش تصمیم گرفت و رفت. برای رستم 7 تا مشکل پیش آمد که بهش میگیم 7 خوان رستم. رستم لگام بر سر رخش کشید، زین بر پشت رخش نهاد، پا در حلقه رکاب رخش، سوار بر رخش روانه مازندران شد. رفت به سرزمینی رسید، پهناورد برای خودش بستری ساخت و به خواب عمیقی فرو رفت. غافل از اینکه کنجا کنام شیر به کنامش برگشت. رخش رستم زیر چشمی داره نگاه میکنه، سراسیمه آمد سمت شیر، دوتا دستاشو برد بالا، کوبید زمین، یک جفت نقد گذاشت تو گیجگاه شیر. شیر بلند شد، خورد به زمین، جان به جان آفرین تسلیم کرد. از سر صدای این دو رستم از خواب بیدار شد. نگاه کرد به لاشه شیر، نگاه کرد به رخش که چرا رخش اونو بیدارش نکرده. رو کرد به رخش، ناراحت شد. وایمون درنده خزنده چرنده هر چه آمد تو باید من رو بیدار کنی، وگرنه گر تو کشته شدی دستو، من این مغفر جنگجو چگونه کشیدی به مازندران؟ درفش کیانی و گرزگران، چرا نامدی پیش من با خروش تو گر رسیدی به گوش، تو را جنگ با شیر کوتاه شد. حواست جمع کن، چرنده گزنده خزنده باید من رو بیدار کنی. لگام بر سر رخش کشید و روانه خان دوم و بیابان بی آب و علف افتاد. غذای رستم تمام، زبون رستم از تشنگی چاک چاک به زمین افتاد. بیاد خدا رفت به جایی که تنگ اندر آید سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. ای پروردگار کیوان خدیو و پسند،
در این بیابان سخت بیاب و علف طرف بشم که ناگه میشی از اونجا عبور کرد. صدای میش به گوش جهان پهلوان رستم رسید و رستم سرشو بالا کرد، چشمش افتاد به میش، با خودش گفت لابد این میش آبشخواری داره. به سختی بلند شد، دنبال میش را افتاد، به چشمه آب رسید، آب نوشید و سر کلش قشنگ شست، رخش هم سیراب کرد، روانه خان سوم. رفت به سرزمین پهناوری رسید. لگام از سر رخش کشید، رخش رها کرد تو مرغزار به چرا برای خودش بستری ساخت و به خوابی فرو رفت، غافل از این که اونجا جایگاه دشخیم نرگس. چگویم از اون اژدهای دژم که 70 گز بود از دو به دم. اژدها از دل تاریکی آمد بیرون سمت رستم، رخش رستم آمد بالا سر رستم، دستاشو برد بالا پایین زمین، بیدار شد. رستم سراسیمه از خواب بیدار شد، سمت راست سمت چپ اژدها در دل تاریکی فرو رفت. ناراحت شد که چرا اونو بی جهت از خواب بیدار کرد. برای بار دوم خوابید. اژدها از دل تاریکی آمد بیرون سمت رستم، رخش رستم برای بار دوم بالا سر رستم بیدار شد. باز رستم از خواب بیدار شد، چیزی ندید، اژدها در دل تاریکی فرو رفت. رو کرد به رخش که ای رخش حواست جمع کن، یه مرتبه دیگر منو بی جهت از خواب بیدار کنی، با این شمشیر لخت گرشاسبی سرت رو به باد بدی. اینو گفت برای بار سوم به خواب بود. چشم رستم گرم نشده بود، اژدها از دل تاریکی آمد بیرون سمت رستم. رخش رستم گفت اگه من رستم رو بیدار کنم سر رو به باد میدم، ولش کن. از این ور رخش بیخیال شد، از اون ور اژدها نزدیک و نزدیکتر آمد بالا سر رستم، پنجه‌شو برد بالا، خواست رستم رو نیش بزنه. مهر رستم بر دل رخش غالب شد، سراسیمه آمد شیره کشید. اژدها رو کرد به رستم چی گفت پهلوان؟ صدن در صد این دشت جای منم، بلند آسمانش هوای منم، کنون گوی اکنون که نام تو چیست، که زاینده را بر تو باید گریست. رستم گفت نام منو میخوام، من رستمم ز دستان ساق و هم از بیرمم، ببینی ز من دست برده من، سرت را همه برآورم نگه، بزد تیغ و انداخت از سرش، روی خوندن برش اژدها رو کشت و از این خانم جان سالم به در برد. تا عزیزان مجالی دیگر درودی دیگر بدرود.